افغانستانی‌های عزیزی که ناگزیرن کشور ایران رو ترک کنن و به افغانستان برن، برای بهره‌مندی از کمک‌های سازمان ملل بهتر هست که یک سند شناسایی داشته باشن، مثل کارت واکسن، نسخه پزشک، برگه‌ای که دفتر کفالت گرفتن، هر چیزی که نشون دهنده این باشه که شما در ایران بودید. حداکثر تعداد افراد یک خانواده برای دریافت کمک سازمان ملل 5 نفر هست. پس اگه بیش از این تعداد هستید، سعی کنین که به 2 خانواده تقسیم بشین. هنگام ورود به مرز خب باید در محل مشخصی شما ثبت نام کنید. بهتر هست که سرپرست خانواده رو یک خانم معرفی کنید. کمک‌های سازمان ملل شامل پتو، سیم کارت، آب معدنی، چادر مسافرتی، همچنین برای هر نفر 2000 افغانی در نظر گرفته شده. ترانسپورت سازمان ملل شما رو به کمپ خواجه عبدالله انصاری میبره و از اونجا به اون ولایتی که تعلق دارین در واقع شما رو میبره. در اونجا هم به هر فرد 1800 افغانی تعلق میگیره و به شما یک کارت 6 ماهه تعلق میدن که شما به طور مستمر بتونید از کمک‌های سازمان ملل بهره مند بشید. دوستان، ما یک ویدیو در این خصوص برای شما تهیه کردیم. اگر تمایل دارین که این ویدیو رو تماشا کنید، میتونین کلمه ملل رو برای ما کامنت کنید تا لینک ویدیو برای شما ارسال بشه.